کارمندان ملیسیای اکولوژی و سیاحی مقامات کارهای داخلی ولایت سوخت را عملهای خرابی‌آوری بعضی از شهروندان نسبت محیط زیست، عالم نباتات و حیوانات نگران کرده است. زیرا عاقبت چنین خرابکاری‌ها ضرر به امنیت اکولوژی دارد. شکار غیرقانونی پرنده و حیوانات، صید غیرقانونی ماهی، درختبری، افلاس‌سازی محیط زیست حالت‌هایی میباشند که منتظم مورد چاره‌جویی ملیسیای اکولوژی قرار میگیرد. زیرا اگر چنین خرابکاری‌ها پیشگیری کرده نشود، محیط زیست و امنیت اکولوژی ضرر می‌بیند. کارمندان شعبه اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت عملیات چاره‌بینی‌های مقصدناک را در حدود شهر و ناحیه‌های منطقه گذرانیده کمبودی‌ها را آشکار و برطرف می‌نمایند. دوام 1.5 ماه سال 2022 9 حالت رعایت نکردن قاعده‌های شکار حیوانات و ماهیگیری آشکار و از قرقشکن‌ها 1 تن و 254 کیلوگرم ماهی مصادره کرده شده است. مثلا شهروندان صدیقов انور و دلشاد امانов استقامت کنندگان جماعت دهاتی لاهوتی شهر کنیبادام در آبانبار بحری تاجیک غیر قانونی با ماهیداری مشغول شده نسبتشان در اساس ماده 208 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب و اشیاء حقوق ویرانکنی تور لباس‌های رزینی و نوع‌های گوناگون ماهی از آنها مصادره شده است. یا اینکه ساکن دهه صوفی عریف شهر استراشان برای شکار پرنده صعبه قهرمان حفیظов استقامت کننده شهر خوجند در حدود منطقه سرتوقه ناحیه باباجان غفورov با شکار غیرقانونی موش آبی مشغول شده مورد چاره‌جویی ملیسیای اکولوژی قرار گرفتند. خودسرانه بریدن درخت و بوته‌های در حالت سبزش قرار داشته که نشانه کبودیزار و آبادانی دیار است نیز میتواند به محیط زیست ضرر آورد. دوام سال روان تا سنه 15 فوریه 13 چنین حالت را ملیسیای اکولوژی آشکار نمود. مثلا ساکن دهه کولکند شهر اسفره اکبرجان حمیدов 3 بیخ درخت بید را به اجازت مقامات دخلدار بریده در اساس طلبات ماده 242 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری به جوابگری ماموری جلب گردید. رعایت نکردن طلبات حفظ محیط زیست هنگام حمل و نقل یا در جاهای نامقرر گذاشتن پرتوهای معیشی یکی از برانگیزنده‌های کسلی میباشد. در این سمت 118 حالت حقوق ویرانکنی به قید گرفته شده است که از معرفت پست اکولوژی داشتنی بعضی از شهروندان درک میدهد. چنانچه در حدود مغازه فیض واقع در شهر استراشان که به صاحبکار اشانov تعلق دارد حالت مذکور جای داشت که او را به جوابگری جلب نمود. مورد ذکر است که عاقبت این گونه بی‌توجهی در سمت حفظ محیط زیست و ثروت‌های طبیعی خطر و ناراحتی دارد. چاره‌بینی‌های ملیسیای اکولوژی در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ادامه دارد.